شب گذشته با آغاز باران‌های شدید در قریه شینگان واقع در ولسوالی فرخار سیلاب‌های سنگین برآ افتاد که به تخریب گسترده خانه‌ها، اراضی زراعت و همچنین از بین رفتن تعداد زیادی مواشی منجر شد. ساکنان این منطقه که هر ساله با سیلاب‌های مشکلات ناشی از آن مواجه هستند، از مسئولان می‌خواهند که هرچه سریعتر به این وضعیت رسیدگی کرده و زیرساخت‌های مناسب را ایجاد کنند. مردم محل می‌گویند که سیلاب‌ها نه تنها آسیب‌های مالی به آنها وارد کرده بلکه مانع ادامه فعالیت های زراعتی آنها نیز شده است، در حالی که این حادثه دوباره مشکلات تکرار این منطقه را مطرح می کند. مردم خواستار ساخت کانال های مناسب جهت هدایت آبها و جلوگیری از وقوع چنین حوادث در آینده هستند. محمد 48 بجه شب آمد، مال من برد، گاو برد، خانه را میده کرد، چپه کرد، برده میگیره. اینا سرک خراب کرد، برق من خراب کرد. زندگی بخش من نماند دیگه، همه رای بین برد. ما که چیز دولت امارات خواهشمندیم که اینا رو بخش کمک بخش من برسه و جور کنه میداره مرا و می ساعت 8 بجه دین شب سیل آمد. تنها نه که خانه را برده باشه، سرک برده، جویا را برده، برق برده، کشور زیراتی را برده، مال برده، هیچ زندگی برای ما نیست. ما تقاضا من ارگان‌های دولتی از این مسائل خیریه همیشه که به ما یک کپ صنعتی جور کنن. ما هر سال اینو رقم میشیم. شپې 8 بجې سیل راغلی دا ډېر تخریبات یې کړي دي 15 کلي دلته چې تقریبا 100 کوره یې تخریب کړي دي او شپېته کوره یې بیخي د بینه وړي دي او یا مواشي د بینه وړي دي او د خلکو مځکه 400 جربه مځکه هم د بینه وړې ده. آنان از مسئولین و حکومت محلی و مرکزی می‌خواهند که طرح‌های جدید برای ساخت کانال‌های آب و کنترل سیلاب‌ها در این منطقه اجرا کنند تا از وقوع خسارات بیشتر جلوگیری شود. مسیب از حکومت اینمی است که در حدود 100 خانه تقریبا در نمی قریه متضرر شده، دیگه کاملا 60-70 خانه تخریب شده و باقی مانده از این هم داله تخریب شده است. اما در خانه اینمی از طریق فرش و کاسه و چاینک و پیاله و همین چیز دیده نمیشه. از اثر سیلاب بسیار مدهش در قریه شینگان ولسوالی فرخار ولایت تخار یعنی سبب ویرانی و رساندن خسارات مالی فراوانی برای مردم محل گردیده و به اساس هدایت مقام معظم رهبری جمعیت هلال احمر افغانستان و نمایندگی هلال احمر ولایت تخار موظف شدیم تیمی که بیایم در اینجا عملا وضعیت مردم را و به اندازه آسیب دیدگی های مردم را از نزدیک مشاهده بکنیم و اینا را ارزیابی و سروی انجام بدیم. در ولسوالی فرخار قریه شینگان روز یک شنبه بلکه شب دوشنبه سیلاب ساعت 8 بجه بارش شده صورت گرفته صاحب که در نمی قریه شینگان تقریبا که 100 خانه تخریب شده. به باور باشندگان این حادثه که باعث دردسرهای جدی برای ساکنان محلی شده است، توجه بیشتری به برنامه‌ریزی‌های زیرساخت و جلوگیری از بحران‌های طبیعی در مناطق مستعد سیلاب را می‌طلبد.